آمریکا در حال پیروزی است چون تونست ایران رو از سمت چین که با کالاهای ارزون پشتیبانی میشه به سمت خودش بکشونه. کلیه تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد و در مرحله بعد تغییر حتی در نام کشور رخ خواهد داد. درود به علاقه‌مندان دنیای ماورا. بعد از مدت‌ها رفتیم سراغ پیشگویی‌های پترابدر یا به قول خودشون بترابدر. قبل از اینکه با هم پیشگویی‌هاشو ببینیم، میخوام به سوالی که برای خیلیا پیش اومده جواب بدم. خیلیا میگن چرا پر شده از پیشگوهای سوری و لبنانی و همشون هم دارن راجع به ایران پیشگویی میکنن. واقعا هم همینطوره، اما دو تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. اول اینکه اینا فقط راجع به ایران صحبت نمیکنن. من و بقیه کسانی که توی یوتیوب یا اینستا پیشگویی‌های این افراد رو میان ترجمه میکنن و منتشر میکنن، فقط قسمت ایرانش رو ترجمه میکنن. چون شما نمیخواین پیشگویی‌های این افراد راجع به مثلا عراق یا لبنان رو بشنوید. به همین خاطر چون فقط ایران رو ترجمه میکنیم و نشون میدیم، شما فکر میکنید که اینا فقط نشستن دارن راجع به ایران صحبت میکنن، در صورتی که اینطور نیست. مورد بعدی این که کشور اینا خیلی وابسته به ایرانه، یعنی لبنان و سوریه خیلی وابسته به ایرانه. هر اتفاقی برای ایران بیفته تأثیر مستقیم میذاره روی کشور اینا. کشورشون هم یک کشور نرمالی مثل سوئیس یا ژاپن نیستش که بگن بقیه جاها به ما چه. یک کشور ضعیفیه، پر از جنگ، پر از اتفاقات ترور و این چیزهاست، امنیت ندارن. به همین خاطر خیلی چشم مردم به پیشگوهاست که ببینن پیشگوها چی میگن و هر اتفاقی هم برای ایران بیفته تأثیر مستقیم میذاره روی کشور اینا. همونطور که توی ایران هم همه از ارزشی گرفته تا برانداز دارن آمریکا میکنن و مدام راجع به آمریکا صحبت میکنن، چون هر اتفاقی توی آمریکا بیفته تأثیر مستقیم میذاره روی ایران. اینا هم همینطورین. این دو تا نکته رو بهتون گفتم. یه نکته دیگه هم میخوام بهتون بگم، این که نظر شخصی من اینه که این افرادو خیلی قبول ندارم به عنوان پیشگو و معتقدم بیشتر تحلیل میکنن، حدس میزنن و پیش بینی میکنن. بعضیا میگن خب اگه خودت اعتقاد نداری پس برای چی ویدیو میسازی براش؟ به این خاطر که من برای خودم که ویدیو نمیسازم. اگه میخواستم برای خودم بسازم و خودم بشینم نگاه کنم، اینا رو نمیساختم واقعا. ولی چون دارم برای مردم میسازم، عده زیادی از مردم قبول دارن، باور دارن، علاقه دارن و دنبال میکنن. پس من باید به نظر اونا احترام بذارم و برای اونا این محتوا رو تولید کنم. اما میتونم نظر خودمم، نظر شخصی خودمم داخل ویدیو بگم. خب حالا که این نکته رو گفتم، با هم میریم سراغ پیشگویی‌های جدید پترابدر که در مورد ایرانه. اگه ویدیو رو لایک نکردین ممنون میشم که لایک کنین و برای حمایت بیشتر از من میتونین یه کامنت هم بذارین. اول از همه میخوام به مردم ایران تبریک بگم. البته نه به همه اونا. ما از این توافق راضی هستیم و دوست دارم به اونا تبریک بگم. لبنانی‌ها و مخصوصاً اونایی که از حزب الله حمایت میکنن از توافق ایران و آمریکا خوشحالن. به هر حال ایران سعی کرده جلوی حملات به لبنان رو بگیره. خدا رو شکر از ایران هم تشکر میکنم چون این توافق شامل لبنان هم میشه و شوک بزرگی برای اسرائیل. اولین دلیل ورود آمریکا به این منطقه و نزدیک شدن به ایران به نظر من اینه که فراتر از خود ایرانه. آمریکا میخواد مراکزی تجاری تأسیس کنه و از نظر تجارت چین رو به چالش بکشه و قرار ایران در منطقه سرمایه گذاری کنه و همچنین سرمایه گذاری 300 میلیارد دلار برای ایران. این یک برد برای ایران و آمریکا بود. هر دوی اونا برنده شدن، نه کس دیگه ای. مردم از بردن و باختن صحبت میکنن. این که بردیم یا باختیم. مگر شما دارین پابجی بازی میکنین یا فیفا؟ سیاست خیلی بیشتر از این هاست. آمریکا در حال پیروزی است چون تونست ایران رو از سمت چین که با کالاهای ارزون پشتیبانی میشه به سمت خودش بکشونه. حکومت ایران هم سود برد، به این دلیل که از این جنگ به هر حال در امان موند. اما آمریکا از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد چون هدف فقط ایران نیست، بلکه پاکستان، افغانستان و کشورهای دیگه خلیج هم هستند. و افغانستان و دول الخلیج. اما در مورد ایران برای دومین بار شاهد تغییر حکومت هستیم، اما نه به طور کامل، چون مقداری از همون قبلی ها که حکومت می‌کردن هنوز حکومت می‌کنن. پس تغییر پیش رو یک تغییر کامل نخواهد بود، اما تغییراتی در قانون و نهادها و شخصیت‌ها خواهیم داشت.
اعتراضات در ایران برای تغییر حکومت همچنان وجود خواهد داشت. تغییراتی در کتاب‌های درسی و زبان‌های خارجی و حقوق زنان و مردان، خصوصاً جوان‌ها خواهیم داشت. و در مرحله بعد تغییر حتی در نام کشور رخ خواهد داد. این اتفاقیه که رخ خواهد داد. و از این پس کلیه تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد. شاه اجازه ورود به ایران خواهد داشت و برخی مراسم مربوط به آن در اهواز برگزار خواهد شد. قوانین و مقرراتی جدید مختص به آن وجود خواهد داشت. یک دولت فدرال و ایالتی در حال ایجاده. دیگه خیلی تخیلی شد. خودش اولش داشت میگفتش که مگه پابجیه، مگه نمیدونم فیفاه. باز اونا منطقی تر بودن، پابجی و فیفا. این چیزی که تو میگی از همه اینا تخیلی تر و عجیب تره. پروژه‌های ساختمانی مختلف و کارخونه‌های خارجی شروع به کار خواهند کرد. این پول نصیب ایران خواهد شد و مهمترین چیز اینه که سلامتی و پول برای ایرانیان به همراه میاره. رویدادهای ایران هنوز کامل نشده. پروژه سرنگونی حکومت همچنان ادامه داره، اما روندی کند خواهد داشت. حالا عراقچی با یک کودتا روبروست که ممکنه موفقیت آمیز باشه. چرا عراقچی؟ اون که زیاد مهم نیستش. نتنياهو أمام مظاهرات داخلية لتطيح به، بالمقابل سوف نرى مظاهرات غريبة تدعمه. نتنياهو ليس على لائحة الشرق الأوسط الجديد، وسبق وذكرنا بأن نتنياهو يعتقد بأنه هو من يهندس الشرق الأوسط الجديد، بل لكنه لن يعلم بأنه لن يكون جزءا منها. قلناها عام 2024 وعام 2025 بأن بقاء نتنياهو ينتهي عند انتهاء ملف إيران، اليمن ولبنان، وبدأتم ترون كيف أن ترامب ينقلب على نتنياهو. وأولا نشكر الله على السلام. بحب أذكركم أنه أنا كنت الوحيدة اللي قلت لكم نحن لسنا أمام حرب عالمية ثالثة. ما يبدو حرب عالمية ثالثة سوف تكون سلام عالمي ثالث، وعم نشوف السلام العالمي. بهتون اطمینان میدم که جنگ جهانی سوم رخ نمیده. جنگ‌های کوچیک و اتفاقاتی شبیه سقوط بشار اسد اینها ممکنه که در برخی کشورها وجود داشته باشه. خب دوستان، امیدوارم که از پیشگویی‌های پترا بدر نهایت لذت رو برده باشید. فعلا مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.